اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مجدد شام عید سعید قربان رو به همه شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. خیلی خیلی قبول باشه عبادت‌های 10 شبانه روزتون، بندگی هاتون، طاعت هاتون، انشالله همش مورد قبول خدای بزرگ و مهربانمون قرار گرفته باشه. خدا قبول بکنه از حاجیامون حجشون رو، عبادت هاشون رو، انشالله حج ابراهیمی به معنای واقعی کلمه باشه برای همشون. اون چیزی که توی این شبها داریم از حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای میرلوحی عزیز یاد میگیریم و امشب آخرین شبیه که ما محضرشون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، تبریک مجدد، خوش آمدید. ممنونم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین، والحمد لله الذي جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت مولا امیر المؤمنین. امیدواریم خدای متعال این قربان تا قدیر رو بهترین ایام سال ما و آخرین دهه ولایت دوره غیبت امام زمان قرار بده و انشالله سال آینده قربان و قدیرمون رو به امامت آقامون مولامون بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و عجل الله فرجه الشریف انشالله جشن بگیریم انشالله. خب عرضم به حضور شما که ما این شبها درباره حقیقت حج و اعمال و مناسک هرچی ناقصی موند امشب باید جبران بکنیم. ضمن این که یه مقدار حج ما ایرانی ها توی سالهایی که از انقلاب تا حالا گذشتیم متفاوت بوده. ما توی عصر روز عرفه در عرفات مراسم براءت از مشرکین رو هم انجام دادیم. توی دیداری که امسال قبل از شروع مراسم حج آقا با دیدار با کارگزاران حج داشتن، فرمودن ما هر سال این کار رو کردیم اما امسال اختصاصی حج ما حج براءت هست، حج براءتی هستش. و بعد در واقع نکاتی رو فرمودن، علتش هم فرمودن ماجرای غزه رو اشاره کردن که یه طرفش رژیم خونخوار صهیونیستی که برآمده از تمدن غربی است، یک طرفش هم مردم مظلوم و در این حال مقتدر فلسطین و غزه هستش که این شده یک شاخص و یک معیاری برای براءت از دشمنان ستیزگر. حالا نکاتی رو هم فرمودن که حالا شما میفهمید استفاده میکنیم. ما میخوایم این آخرین برنامه‌مون رو اختصاص بدیم به این موضوع، به نظرم خیلی خیلی مهم، تبیین حج براءتی توسط شما و ما بشنویم استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا توحید بدون تبری نداریم، اصلا ولایت بدون براءت اصلا نداریم. در همه عرصه ها اول تبریست بعد تولی. اول شما میگی لا اله، آره با نفی شروع میشه. بله، هیچ الهه‌ای، الهه حالا یه زمانی بت بوده، زمان جاهلیت با چوب بوده، با خرما بوده، با هر چیزی. الان بت‌های دیگه، بت‌های تکنولوژی، بت‌های اینا که برای مردم خدا شده. هر چیزی که یه زمان ابراهیم بت‌شکن با چوب درست میکردن، الان با مسائل چیزی که الان به قول معروف درست کردن. بعضیا تعبیر لطیفی کرده بودن این مسئله دجال یک چشم رو به این تمدنی که فقط مادیت رو میبینه، هیچ انسانیت و معنویت رو نمیبینه. یعنی حال ممکنه یه تعبیر تعویلی هم باشه، حالا ما نمیدونیم، حالا ببینیم آخر زمان بیاد به چه شکلی میشه نمیدانیم، ولی قابل تعویل هست اگر قابل تعبیرم نباشه. یعنی کلن اولین شرط ورود در مدرسه توحید، مکتب ابراهیم، مکتب محمد، مکتب علی، مکتب اهل بیت صلی الله علیه و اجمعین این است که بگو لا اله، هیچ الهه‌ای، هیچ معبودی، هیچ چیزی قابل پرستشی جز الله تبارک و تعالی. یعنی اول تبری بعد تبری. بله. تو زیارت عاشورا که از بالاترین شعائر شیعی است و معارف حسینی است که حدیث قدسی هم هست. میدونید زیارت عاشورا رو امام صادق از صفوان از امام صادق نقل میکنه، از امام باقر، امام باقر از امام سجاد، از امام حسین، از تا برسه پیغمبر و جبرئیل و لوح و قلم و قال الله. زیارت عاشورا حدیث قدسی است. اول میخوای بری به محضر امام حسین، اول باید تبری کنی از دشمنان اهل بیت، بعد بری سراغ پیغمبر. یعنی یک کسی میخواست بیاد پیش پیغمبر
که مسلمون بشه، نمیشد که هم بت پرست باشی مسلمونم باشی. خیلی ها می آمدن در یه شرایطی که پیغمبرم نیاز داشتن. مسلمونا ضعیف بودن، یه قبیله می آمد میگفت به پیغمبر میگفت من 3000 شمشیر زن دارم، فقط تو این چیزو به من بت ها رو نگو بشکنی، میام خدای تو رو میپرستی. نه نمیشه که. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون لکم دینکم. اصلا امکان نداره. یعنی امکان توحید و شرک اصلا نمیشه جمع شدنش بدون تبری و براءت از مشرکین و کفار و دشمنان خدا. نمیشه دوست خدا شد. این شما میخواید مثلا بگی من امام حسین رو دوست دارم، نمیشه که یزیدم دوست بداری. میگی من پیغمبر رو دوست دارم، خیلی محمد امین، امانتدار، صادق، درست، ولی ابو سفیان، ابو لهب هم دوست داشته باشه. اصلا نمیشه. اول تبری از دشمنه، بعد پذیرش دوست. حتی از ائمه گاهی میپرسیدن، مثلا یک کسی گفت به امام رضا گفت مثلا یه همسایه ما داریم خیلی شما رو دوست دارن، شما اهل قرب مثلا اسم امام رضا الهی فداش بشم، فدای موسی بن جعفر، امام صادق فلان. ولی خب اون دشمنی که مثلا امام حسین قربونش برن ولی نمیخواد بگه لعنت بر یزید، تو چجوری امام حسین رو دوست داری لعنت بر یزید؟ نه، تو اگه قاتل امام حسین رو لعنت نکنی چجوری میخواد بگی سلام بر حسین؟ بچگی مادرمون به ما یاد دادن آب میخوری بگو بر یزید لعنت، سلام بر حسین. نمیشه که تولی بدون تبری. شما تو حج میخوای بری چیکار کنی؟ میخوای بری حج ابراهیمی به جا بیاری. ابراهیم اول بت شکنه. میگه نه من با بت ها کاری ندارم. میگن چه؟ پس تو ابراهیمی نیستی، تو الکی اومدی، اشتباه اومدی. سوره ممتحنه رو ببینید، خیلی از سوره های قرآن و جایی که اسم حضرت ابراهیم اومده. اصلا چرا ابراهیم اسوه است برای همه عالم؟ خدایی که حضرت ابراهیم رو میگه اسوه، یکم خود پیغمبر ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. خود ابراهیم هم که امتا واحده است، یه نفری خودش یه امته، چون یه نفری در مقابل جهان کفر و شرک ایستاد. نگفت بابا تمام شهر بت میپرستن من یه نفری برم باشون در بیفتم. نه نترسید. تبریان شه. منی که تا میبینم 4 نفر چیز میکنن جا میزنم، من ابراهیمی نیستم. اونی باید بره حج که بگه من حضرت ابراهیم اول حرفشی بود که انی بریء مما تشرکون. ما هم از اون شرک ورزیدن شما تبری میجوییم و هم انا براء منکم، هم از خود مشرکین بریئیم هم از شرکشون. ما هم با شرک مشکل داریم هم با مشرکین. بزرگترین الگو و اسوه ما که حضرت ابراهیمه، او بت شکنه و او پرچم داره توحیده، او بزرگترین بت شکن و بزرگترین براءتچی از مشرکان زمان خودش بود. و خود پیغمبر اکرم مثلا سوره براءت یعنی چی؟ ما 114 تا سوره داریم، 113 تاش با بسم الله شروع میشه، یعنی اصلا شروعش با رحمان و رحیم و ایناست. یه سوره داریم که اصلا جای رحمان و رحیم نیست، خدا بسم الله اولش نیاورده، از اول شمشیر رو کشیده. براءت من الله و رسوله به سمت مشرکین. و این آیات رو یکی از فضائل امیرالمؤمنین اینه، اونی که خدای متعال فرمود پیغمبر بفرست برای مشرکین بخونن که دیگه چند روز بیشتر وقت ندارید، از این به بعد حق ندارین بت تو مسجد حرام بیارین، حق ندارین لخت بیان، چون اینا لخت اور مادرزاد می آمدن و یه کارهای زشتی که حالا فرصت نیست من بگم. هشدار براءتی پیغمبر که باید دیگه حق ندارن مشرکین اینجا بیان، بتاشون رو میریزن بیرون. و بعدم پیغمبر اومد امیرالمؤمنین پا گذاشت رو جای شانه رسول الله، رو مهر نبوت. یکی از هزاران فضائل علی اینه، پاشو گذاشته رو مهر نبوت، رفت رو بام کعبه، تمام بتا رو ریخت پایین، تمام خرد و خمیر کرد. اصلا یکی از اسامی امیرالمؤمنین بت شکنی است. اصلا حج بدون بت شکنی، حج بدون دشمنی با دشمنای خدا، اصلا بزرگترین حقیقت حج همین براءت از دشمن، از مشرکینه. اینایی که میگن آقا بیا اینجا کار به مشرکین هم نداشته باش. اصلا ما اگه میخوام بریم مهمونی، مگه ما میخوام بریم هتل؟ اصلا حج رو برای چی حضرت ابراهیم گذاشت؟ خدای متعال میگه لیشهدوا منافع لهم، یعنی غیر از لیذکروا اسم الله برای جنبه های معنوی، خودسازی، عبادت، نیایش، ذکر الهی،
بزرگترین هدف از این اجتماع اینه که این اجتماع یه مثابه باشه. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. مثابه یعنی چی؟ شما لشکرها موقع جنگ یادتون هست حمله میکردن به قسمت‌های مختلف، وقتی که عملیات انجام میشد بنا بود برگردن، یه جانپناهی عقبه لشکر 2 کوهه بود، فکه بود، نمیدونم طلایه بود، یه جا لشکر جمع شدن، امن و امان بود، بازسازی میشدن دور هم، ببینیم چیکار باید بکنیم، کجا نیاز به نیرو داره، کجا نیاز به مهمات داره، کجا نیاز به آب داره. یعنی دور هم جمع بشیم ببینیم الان تو این مسیری که داریم میریم چه نیازایی داریم. مکه و مسجد الحرام مثابه است، قرآن میگه اذ جعلنا البیت مثابة یعنی باید سالی یه بار مسلمان‌ها دور هم جمع بشن. آقا الان مشکلاتمون چیه؟ یک، الان در منطقه فلسطین قبله اولای مسلمین مورد تعرض حزب خبیث شنیع سفاک خونریز صهیونیست قرار گرفته، دارن مسجد الاقصی رو میخوان تخریب کنن، مردم غزه رو 1.5 میلیون جمعیت رو آب بستن، نون رو بستن، بچه‌هاشون دواشون داروشون. این اولین کار اگه نتونه بکنه اصلا به چه درد میخوره؟ آقای میرلوحی عزیز به خوب جای رسیدین. اگر اجازه بدین یه فاصله دوستانمون بگیریم برگردیم و من یه سوالی رو هم در همین رابطه میخوام مطرح بکنم، شما دقیق تر تبیین بفرمایید. اجازه میدین؟ زنده باشید. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه سوال مطرح میشه و این نکته ای رو انشالله بعد شما تبیین بفرمایید. خیلی ها میگن آقا باشه قبول، اصلا بنابر ذکر توحیدی لا اله الا الله همه چی با براءت شروع میشه، با تبری هست و بعد تولی، بنابراین حج ما هم باید همراه با براءت باشه، براءت از مشرکین. منتها الان مصداق مشرکین، مصداق مستکبرین کیا هستن؟ چجوری تشخیص داده میشن؟ تو دیدار با کارگزاران آقای اشاره کردن به حضرت ابراهیم که گفتن پیامبر خیلی رقیق القلبی بودن، خیلی مهربان و ودود بودن، حتی برای قوم لوط شفاعت میخواستن، برای گناهکارا آمرزش میطلبیدن، حتی دشمنان اسلام هم که اگه دشمنی ستیزگری نمیکردن میگفتن که باید بهشون نکی کرد. اما یه جا محکم ایستادن، گفتن ما حساب کجا؟ طبق آیه 9 سوره ممتحنه، اونایی که با شما میجنگن، به شما حمله میکنن، شما رو میکشن و شما رو از خانه و کاشانه دیارتون دور میکنن. بعد آقا فرمودن انقدر، یعنی از این قشنگتر و واضحتر میشد در قرآن خدا رژیم صهیونیستی رو تبیین بکنه، روشنگری بکنه؟ و بعد این مثال درگیری امروز بین صهیونیست و مردم مظلوم مقاوم غزه رو فرمودن. بعد فرمودن طبق این آیه اینها ستمگرند و باید باهاشون مقابله کرده، دشمنی کرده، دست دوستی نداد و هر کسی دست دوستی میده و ارتباط برقرار میکنه اصلا از اوناست، از اونا. آها، طبق اون تبیینش باشه. درست. دیگه کلام جامع و فاصل و قول فصل دیگه. واقعا اون کسی که اومده یه ملتی رو، یه ملت مسلمانی رو از خانه و کاشانش بیرون کرده کیه؟ قرآن مجید میگه و هم بدعوکم اول مره، کی شروع به تعدی و تجاوز کرد. یعنی آقا اینا حمله کردن، این اصلا حمله ای که 7-8 ماه پیش اینا کردن 1/1000 حق اونا هم نبود، 1/1,000,000 هم نبود. یه جوری میان میگن همیشه قصه رو میاد گفت پله رو از پله دوم میذاره، پله اولش رو بگو. انگار مثلا یه ملت فهیم رشید محترمی نشسته بودن، اینا حمله کردن بهشون. آقا قبل از این قضایا هم 7-8 ماه پیش، 10 ماه پیش هم این ملت در محاصره، در فشار، دارو، غذا، حتی دروازه های رفح و باز، یعنی الان بدتره ها. ولی میخوام بگم این فاجعه و این قصه 7-8 ماه نیست، این قصه 75-6 ساله است. همینطوره. اون قوم وحشی متعدی که حمله کرده، چون بعضیا تحت تاثیر تبلیغات این رادیو تلویزیون‌های مسموم میگن آقا داشتن 2 تا ملت با صمیمیت با هم زندگی میکردن، این حماسی‌ها شروع کردن. اصلا همچی چیزی نیست. شروع با اونا بود، با آواره کردن اینا، با کشتن اینا و بنابراین به قول شما حضرت ابراهیم با اون مقام و منزلتش، حالا ابراهیم نه، خود پیغمبر اکرم دیگه از پیغمبر خلق عظیمتر، رؤوفتر کی؟ واقعا پیغمبر اکرم در بین همه خلائق در اخلاق نفر اوله، در مهربانی، در کرامت. چی شد پیغمبر اکرم شمشیر کشید؟ یه جایی بالاخره آدم یه چیزی داره دیگه خط قرمزی داره. خود امیرالمومنین
اون امیرالمؤمنین به قول اون نویسنده بزرگ سنی میگه میره یه بچه یتیم رو میبینه زار زار گریه میکنه، چه قلب رئوفی، باورش نمیشه که این قلب رئوف یه جایی هم شمشیر رو میکشه در مقابل دشمن، میشه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصغیر. بالاخره خط قرمز هر نظامی، هر مکتبی، هر مرامی دیگه از ابراهیم بالاتر در مهربانی و سفره‌داری از ابراهیم بالاتر نداریم. از یکی از علتایی که حضرت ابراهیم و خدا این مقام بهش داد برای اینکه هیچ وقت غذا تنهایی نمیخورد. تو بیابونم که میرفت میشست میگه خدا یه مهمون برسون، من نمیخوام تک خوری کنم. اینقدر مهمون دوست بود. یه همچی کسی وقتی دید که بحث بت و بت پرستی و حمله به توحید و مبادئ اصلی الهی است، دیگه اونجا خط قرمز حضرت ابراهیم بته، براءت از مشرکین. خط قرمز پیغمبر اکرم همینه، خط قرمز ائمه هدات مهدیین همینه. همه اونایی بالاخره یه جای خط قرمز دارن. همون امام حسینی که اونقدر نسبت به اون یارو که اشاره کردیم انخرا سپاه هور اومد به خودشون آب داد، به حیوانشون، به اسبشون، به شترشون، اما امام حسین وقتی که هویت و حیثیت خودش شمشیر رو کشید گفت لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، وایساد دیگه با شمشیرش تا این شمشیرها و ضربات رو تحمل کرد. الان ملت اسلام قضیه فلسطین براش یه قضیه معمولی نیست. ببین قرآن مجید به ما میگه هر کاری داری میکنه تو زندگی راه میرین و یه قدم هم که برمیداری یه کاری کنی، یه جوری قدم برداریم که خدا خوشش بیاد. همینطوره. چیکار کنیم که خدا خوشش بیاد؟ یه کاری کنی لیغیظ الکفار. اگه این مسیر شما، این خرید، این فروش، مثلا شما یه کارخونه میزنی، یه کار اقتصادی میکنی، یه کار سیاسی میکنی، یه اجتماعی برگزار میکنی، اجتماعی 25 میلیون 40، 25 میلیون زوار امام رضا که اونم 25 میلیون زائر سالانه داره، اجتماع 3 میلیونی حج، هر کاری شما میکنین که کفار و دشمنان خدا به غیظ میان، اینو خدا خوشش میاد. حالا الان تو این شرایطی که ما الان اینجا نشستیم، فصل حج و موسم حج، روز عید قربان، 3 میلیون حاجی در اون مشاهد مشرفه و مواقف کریمه الان نمایندگان حدود 200 تا کشورن. حالا کشور غیر اسلامی هم حاجی داره دیگه، اونا میان دیگه، کشور دولتش اسلامی نیست ولی میان. الان اینا جمع شدن، یه همچی اجتماعی با این عظمت چه خاصیتی باید ازش در بیاد؟ میگه تو یه قدم ورمیداری باید لیغیظ الکفار. خب شما میلیون ها انسان جمع شدن، هر کدامشون صدها میلیون هزینه کردن، چه خاصیتی برای اون فلسطینی داره که داره الان یقشو گرفتن با بمباران دیگه منتظر چین؟ آخه ببینید یه وقتی میگن آقا صبر کن، نه هنوز یک کم جا داره. ملت اسلام گرفتار منافقین اینجاست که آقا ما نعمت ولایت رو بیشتر درک میکنیم تو مملکتمون. میدونید چی میگن؟ گرفتار منافقی نیست که در ظاهر میان یه چپیه فلسطینی میندازن اما در باطن روزانه 50 و 60 تا کشتی و کامیون‌های فلان غذا و امکانات و سوخت بهش میدن. یعنی اینا یهودی اصلی هستن، نه تقلبی، اینا عین صهیونیستن. اما بدبختی اسلام این است که امت اسلام گیر اینا افتاده. این که ما میگیم قدیر قدیر قدیر، چون فاطمه زهرا سلام الله علیها ما رو دیده بود، فرمود اگر دست از قدیر برداری فابشروا بسیف صارم و هرج شامل و استبداد من الظالمین. تا ما بر نگردیم به قدیر کارمون درست نمیشه. حالا یه چیزی هم بگم، این که آدم امیدوار میکنه، آقا اشاره کردن، این به ظاهر مسلمان بودن و این حرف رو زدن خیلی اکتفا نمیکنه توسط بعضی از دولت‌های به ظاهر مسلمان، اما الان میبینیم مردم آزاد اندیش دنیا فهمیدن دیگه، فراتر از اسلام. الان دانشجوهای تو خود دانشگاه‌های آمریکا و کشورهای اروپا دیگه یه موضوع فرا به قول شما دینی شده، اسلامی نه فرا مذهبی، فرا اسلامی اصلا. این امیدوار میکنه ما رو که انشاءالله این شاخص، این میدان حق و باطلی که به تعبیر آقا ظاهر شده. اگه وقت داریم یه کلیپی، یه دقیقه وقت داریم؟ کمتر از یه دقیقه اگه ممکنه بفهم. کلیپی دکتر تیجانی دیدم که میگه یه رفیق داریم که خیلی وهابی و ناصبی دشمن شیعه، دلم می‌خواست یه جوری کتابم بهش بدم بخونه که نسبت به تشیع یه تغییر ذائقه پیدا کنه. گفت چند وقت پیش رفتم گفتم خوندی کتابو؟ گفت هنوز نخوندم ولی شیعه شدم. گفتم چطور؟ گفت الغز شیعتنی. گفتم چطور؟ تو که اینقدر دشمن شیعه بودی؟ گفت در روز امتحان و روز واقعه و روز آزمایش حقیقی دیدم اونی که به داد ملت فلسطین رسید
سید علی الحسینی الخامنه‌ای، اونی که به داد حافظم. غزه و فلسطین رسید سید حسن نصرالله، اونی که به داد غزه رسید حوثی‌ها. دیدم این شیعیان واقعا مسلمانای واقعی هستند. یادم بکنیم از دلیر مردان یمنی و حزب الله لبنان و ارزم بزرگ شما کسی نفهمید توی این 7 ماه چه اتفاقی افتاد. من به نظرم تو 10 سال آینده این حوادث خودشون نشون خواهد داد. آقا فرمودن ان شاءالله این ادامه پیدا خواهد کرد تا نابودی ان شاءالله رژیم صهیونیستی. ان شاءالله باشیم ما ببینیم ظهور موفور و بله آقا و مولامون بقیه الهیام. به تعبیر اول شما ان شاءالله که این ایام و این دهه قربان ان شاءالله آخرین عید قربان و دهه ولایت قبل از ظهور امام زمان. براعتی که آقا میگن میدونی کیه؟ اون جمعه است که بریم تو مسجد الحرام با آقا بیعت کنیم. حضرت بقیت الله اون براعت اصلی است که وقت دیگه ان شاءالله حقیقت. الهی آمین. خیلی استفاده کردم تو این 5 شب از شما، حظ بردم. خدا خیرتون بده، اجرتون با حضرت حجت. مخلصیم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. نه فقط این برنامه، این دهه حج رو ما سعی کردیم انجام وظیفه بکنیم، ان شاء الله که از ما پذیرفته باشن. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام، نبی مکرم اسلام، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، امام زمانمون و همه شما. و ان شاء الله دیگه در ادامه بریم بپردازیم به عید قدیر، همونجور که فرمودن، و دهه امامت و ولایت و بزرگداشت اون و تبلیغش ان شاء الله به یاری خدای متعال.